یک شاخه گل، برنامه شماره 272. بمان خرم ای خاک بینو سرشت، بمان خرم ای خاک مینو سرشت، که در چشم ما خوشتری از بهشت. تو را از دل و جان پرستنده ایم، روان را ز مهر تو آکنده ایم. دل و کشورت جمع و معمور باد، ز ملکت پراکندگی دور باد. جوان و جوانبخت و روشن ضمیر، به دولت جوان و به تدبیر پیر.
جوان و جوانبخت و روشن ضمیر، به دولت جوان و به تدبیر پیر. به سر کوی تو سوگند که تا سر دارم، نیست ممکن که من از حکم تو سر بردارم. ساغرم پرمی و می در سر و سر در کف دست، تو چه دانی که من امروز چه در سر دارم.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است. آه جان ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. جان صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبرم. صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبرم. بوی بهشت می گذرد یا نسیم دود، بوی بهشت می گذرد یا نسیم دود، یا کاروان صبح که گیتی منورد، یا کاروان صبح که گیتی منورد.
گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، به صبوری دوا کنیم. هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است، صبر کمتر. هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر. دانی که چون همی گذرانیم دانی که چون همی گذرانیم روزگار، روزی که بی تو می گذرد روز محشر. دانی که چون همی گذرانیم روزگار، روزی که بی تو می گذرد روز محشر.
شاه درویش دوست که آسایش خلق در ظل اوست. بسی بر سر خلق پاینده دار، به توفیق طاعت دلش زنده دار. به توفیق طاعت دلش زنده دار. غم از گردش روزگارش مباد، غم از گردش روزگارش مباد، وز اندیشه بر دل غبارش مباد، وز اندیشه بر دل غبارش مباد. دل و کشورت جمع و معمور باد، ز ملکت پراکندگی دور باد. جوان و جوانبخت و روشن ضمیر، به دولت جوان و به تدبیر پیر. شاخ گلی که نثار شد شماره 272 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. آهنگ موزون در مایه ماهور از آقای جواد معروفی، اشعار از سعدی، خواجو، رهی معیری. گویندگان آذر پژوهش، ثابت ایمانی.